سلام علیکم یارو دوستان محترم هواداری کانال. امروز 18 سپتامبر 2024 است. امروز باشه روبل روسی برابر است با 116 سوم. طول تقریبا 1.5 دو هفته میشد که روبل روسی حالا هم با 116 است. کیلو گوشت لحم باشه 110 سوم. گوشت استخوندارش تقریبا 90 یا که 95 سوم است. حالا باشه برای شما از نرخ نوع این مولگذاری نورانشاه منطقه یکم چسکه دیده میکنیم. کسانی که نمیدونستن که این بازار نورانشاه در کجا است، قرار دارد در ناحیه مسجد جماعت مسجد اساسیت خواجگی دهخانی حاجی امیر خان قرار دارد در همین شاهرای به سمت بوستان کمسمال دوستان. برای شما نرخ نوا رو میبینیم که چگونه است این در بازار. در کانال مهمون باشید، حتما ابونه شدن رو فراموش نکنید. علی بخارچی علورا گوشتان 85 برای این برش 24 رش کارستان 24 و 900 اینی چند کار باشه؟ بیشم 46 باید به یک ای بخارچی سیا تقریبا 16 هنیم پردیل همین 16 هنیم هزار سودا شده گیر است. همه خیلی آدمو گفتن انی خشبو والله اعلم. چند شد اغلاسه این بخره نگاه کردیم هرچی بینیم گفتیم که سودا میشه 22 به نداد کراشی دست سر داده برم 22 به بخشه رو 15,000 کرده سایبش نداسته دمه 15,000 19,000 خودش کنیش این شما 15,000 کردن نداره بزرگ راست گفت رسا سیرودم سیرگو رسا سیرگو موله دستم مایی بخشی بزیر 26,000 و نبود 26,000 من دیمیش 48 سومانی جوی بیس نرخ کرده 48 ای بخرم 48 برکش نرخ کردیم راستگاه معلوم نی برفتنش چون صاحبش نیست نفهمیدم که است برفته است یا نه که 48 گفتم بچه ها اینجا چند برا چند 15,000 سودش این بخشی علامه 15,000 برا منی بخشی سیار 47 سومانی اسلام نرخ کردیم 47 سومانی منی 47 سومانی نرخ کردیم اخون از در شهرمون دیگه منی بخشی 14,700 سومانیش کردیم 14,700 منی بخور 46 سومانی پول نجیبه فقط خصابو خرسیدم بازار بایش یا این چندش کردم چند منی بخور 23,000 سمداش نمید من 20,300 میبخشد دوستو 20,300 سمداش نمید با قصی ها این موید نیم 17 کردم 17 کردن نداده چه بقی زرد 17 ولی بخشی خط بلند 16,000 کردن نداده برای بانی کردن برای بانی ها
تلفن امونه من 92 834 3105 میتونید زنگ زنید با هم خیلی بخو میتونید خریداری کنید. این سیاه کالا سفید بوده است 15800 سومونی و نداده است ولی با نرخ کردم با دوام داره کسی با قیمتر با فکرم چند مد دیگه 16 نیم با فکرم هست. یعنی با قچه علای فسون 17 نیم هزار کردین نداده است. 17 نیم هزار با نداده است. کسانی که گوه علا میخوان خریداری نه حتما با بازاری نورانشه میدقن یکم چسکه مرمت تقریبا 80% گوه موله اینجا 4 پیاس راستن. دوازده هزار سومونی کردیم با قچی زرد. 14,000 سومونی کردم بخوره نداده خشی بزنید 14,000 21,000 کردیم بخوره 21,000 کردیم این گاوی بچه آلمانی بود از 27,000 سومونیش کردیم بچهش نره 12-13 لیتر شیر داره دوستان بچهش نره یعنی گاوی علای کلان دوستو بیرون از بازار 23,000 کردن بازار هم طول هیچ کس نقد کردگی نیسته. هر روز دیگه صاحب رقم تلفن نمونه که گاوی کلانی شروع هستن ذاتی آنی خانواجینی کلان دوستو 37,000 سومونی میگه با سودا میشد بردار بود از تقریبا 6 ماه بردار بود دوستو. رقم تلفنش رقم تلفن چند 92 706 65 03 دوستو کسی خریدار همه خیلی لوبی تیل همه خیلی گوه کلانش میتونید زنید گولشتینه دوستو بیش همین شما هم میتونید دوستو زنگ زنید خریداری کنید خیلی گوه از این جسته را دوستو گوه کلان بچهش نره ولی تقریبا 3 روزه 37,000 میگه تقریبا بعد از همین فعلش تقریبا 30 لیتر شیر میداده دوستان گوه کلان اما بیدای خواه خبنده ما دم خوکی زنش گیرنده موجم من دادر بوده تلفن تو چنده کن 92 817 69 92 817 69 سه روز از زویدگری شیر 45 گفته 45 با سودا میشه 45,000 با سودا میشه رو سیال ما 35 گفتم 45,000 با سودا میشه میگه بچهش نره دوستان تمام رقمایی که گفتم میتونید زنگ زنید خریداری کنید اینا 20 گفتن دوستو یکم جای یکم جای 20,000 گفتن با سودا میشه اینم کال بده دوستو تمام رقم دوستو گوی باشه تقریبا
اولا 15 نیم یا که به 16,000 سودا شده است بچه بچه من دوستا 16 نیم از اورش کشیدم بچه بچه شکرم یکتیم چند شیرش ریخ شده دوستان من ساعت کوی یعنی کمک نپرسید مشکل جنبه همین سیم آدم شما هم سیم سیتا کنید جنبه 17,800 سومونی کرده من این بچهش خدی بچهش نر شیر آشه چقدر داره؟ تو 8 لیتره کفولت میتونه تلفن چند؟ 93 402 34 میتونه زنگ زنید خریداری این چند شما؟ این چند کردن؟ این 16,700 کردن شیر چقدر؟ 8 لیتر شیر داشته اگه خیلی آی باش نیست میتونه دوستو در همه رقم حوض گفتگی خریداری کنید چند بر اومدی الله بغوزه وای معقول شد من برام 16,700 سودا شد بچهش موده بود منی گوه چه باشی 5 زایدگی دوستان 15 نیم هزارش کردن شیرش 8 لیتر به کفیله دوستان من این خیلی عیبش نیست عیب نداره منی بچهش نر این همودش از اوقی باش همیشه گوه را از اوقی باشون میگن که نشون مقصد های باشن فردشه باشن تلفن چنده؟ 92 718 94 95 میتونه دوستان خریداری کنید گوه چه بچه را 15,000 سومونی کرد از بازار 10 لیتر شیر بچهش نر سیم زایی شد سامان پس رفترم میرم بویم سلام علیکم من دوستم تلفن چنده حضرت؟ تلفن چنده؟ 717 18 92 قطعی میتونید دوستو زنگ زنید خریداری کنید منی گوی بچه بچه 20,500 سومونی کردن تقریبا 10 لیتر شیر دارم بچهش موده دوستان بچهش موده رو چه بزرگ خیلی از گوهای شیرته بچه بسیار دارم موده است ماشاءالله با همش هم همین گوهای تعریفی کلام دوستان ایشان چند شدیم؟ 13 نیم هزار کردن دوستو بچه بچه را بچهش نرم ده 30 چند تا زایی دیگه؟ یا سیم یا چورمه دوستو معلوم نه تلفن تو چنده؟ 908 61 دوستو میتونه زنگ زده خریداری کنید
دیگه 2500 با رقم تلفنش میگیرم برای شما. تلفن چنده جی؟ تلفن چنده؟ 858 65 50 میتونه دوستا زنگ زده خریداری کنید. یعنی گو واشر 15000 کنه 5 تا زوی دیگه بیاد دوستان. 5 تا زوی دیگه. شیر چقدر اکو؟ 6 لیتر شیر داشته. کفیل بوده 6 لیتر. تلفن چنده ما داریم کس خریدار در تلفن برو 92 875 97 23 تومان چیزش میکنه من گوه چه بچه نوزای دیگه بود از 17 مزارش کسیده بزرگ تقریبا 4 تا چند تا زوی دیگه دوسته بزرگ و سیاه گوه مونش خیلی فراوانی این شما؟ این شما چند چه؟ این 8200 کردن 8200 نمیدادن تو بود و حامله چیزه؟ دو ماه بقره دیگه بوده چند؟ شب سهرش 4 لیتر بوده است تلفن چنده؟ تلفن 772 64 60 93 قطعی دوستو یعنی غنوجین دوستو غنوجین بزرگ 10,000 کرد لیکن صاحبش 10,800 خریده است بزرگ 10,000 کرده است $8,000 کرده 8,000 کرد سغنوجین قصر بدسته 8,000 سومانی کرد آکه مربی تینجه سغنوجین فصل 72 کرد است بزرگ 7200 سغنوجینی بزه بود است جان غنوجین چند شو؟ جان چند شو غنوجین؟ 8,100 سوم 8,100 سومانی کردن غنوجین برفتن این چند شو؟ 5,300 سومانی سومانه غنوجین من سو دو تا بخشی گیبری هر چی 20,000 سومانی کرد دادن و بخشی گیبری دی فصل دادن تلفن چند هست 92 677 62 62 چند 16 62 16 دوستان میتونه زنگ همین گونه بخشی گیبری خریدار کنه و اینچین مردم منطقه یکمش هست کسی که میخواهد که همین خیر گوسالچه گیبری گیرد و همین رقم زنگ بخواه سیمنتال دارم برای بردار کنی گوه ها دوستان میتونید گوهتون بردار کنید همین گونه گوسالچه گیبری کسب کنید آقای غنوجی چند شه؟ 5,800 تومان 5,800 تومان استاد چند شدی؟ 7,100 تومان آقای غنوجی چند شه؟ آقای این چند کرن؟ 900 9,100 تومان جینی بزرگ بود
اب بچه ششنی مزاره با خچه دوستان بازار ششنی مزار کرده سوالی چند شجان؟ سینی مزار مودچه من مودچه بازار همین سینی مزار اینجا گوسولچه را همیشه خریدن نرخاشو معلوم نیست چون صاحباشو تو خرید فروش معلوم نیست جدا توضیح بزه بدن بار دیگر میگم کسانی که میخوان همیشه گوه سیمنتال خریداری کنن حتما با این بازار نورانشاه بیاید این گونه گوه مولها خیلی در اینجا فراوانی هست قریب که 80% بازار از همین چارن پیاسترو هست میتونید اونجا خریداری کنید. 85 باید دیگه دست من همین گونه دو خرچه کسی خریداری میکردی باشد 8500 سومانی ولی رقم تلفن میگویم میتونید زنگ زنید خریداری کنید از همین گونه. چند تلفنتون؟ 942 0660 942 0660 این رقم شیناست. میتونید از همین گونه گوسولچو برای گو مول کردن خریداری کنید. همون رقم هست دوستان. من میدان گوسفنده آمدیم. گوسفنده در بازار خیلی کم دوستان خیلی کم. نشما چندشه بزرگ؟ بزرگ کرش سویباشو معلوم نی. تقای قشقاره چند شدی مادر؟ سال قصه چند شده کن؟ 3000 کرده سال قصه را دوستان این قشقار بوده است پر بشم اپیری کاری برچه ها چند شدن؟ دو تل 3000 کرده هر سه 38 یا مورش هر سه تا بیان از این قبیل 3800 شون کردم. بزغاله چی؟ این برچه ها چند شدن؟ چند شدن؟ هر چهارش 5.5 هزار کردن شما. انسان هر چهارش 5.5 هزار کردن. این برها چند شدن نکن؟ پیش 23 کرده دو تا 48 کرده دو تا زرد 48 کردن این 23 چند شدن این برها؟ چند شدن؟ 4100 کردن 4100 چند شده اینا جا؟ هر دوشه مودن؟ هر دوشه سینی مزار کنه بسیار مول کنه کم 1700 کردن بازار 1600 کردن البراش 1700 این 1950 سومونی کردن جو رسیده مول هم نمونده برچه همین دوستا برای شما از نرخ نوع مول بازار نورانشاه یکمش است که دیدن کردگی بدین. دوستا ویدیو با شما پسند دارد حتما فکر و اندیشه خوبی خود در زیر کامنتاریا گذارید. دوستا ویدیو را
پدیلی سکنید و یار دوستاتون که اونها نیست خبر داشتن از این نرخ و نواهای بازار نورانشاه دوستان. دادر بازاره؟ این برچه ها چند شدن؟ 950 سومونی کنه موده همشه 950 سومونی اندر یک دیگر نرخ کردن سومون برچه چهار هزار کنه هر چی 2000 اینجا انگوره شهری مونده است 7 سومونی همه نمونده است 7 سومونی سیب چند سومه؟ سیب اینی من هم بای استحصال خداتونه 3 کیلوش دارم بوغا این نرخی محصولاتی برای چورو 5.5 سوم دست و کنجوره جا و گندم چند شده؟ 3.70 3.5 گندم دوستان یعنی کم بیکور برای مرغ آیایی به نظرم 5.5 منصر چی؟ 8 سوم کسی کپ کوای بالا بتر دارد میتونه خریداری کنید. اور چند شده اور؟ 255 سوم 265 سوم ارد ارزانی دوستان. کسی میخواد زکات کنه در خونش ارد برد ماشین تلفن چه میگذاریم چند 797 25 77 دوستان میتونه زنگ زده زکات کنید. خوشو این محصولاتو برای گاو مال باشه ارد برای خوردنی میتونه زکات کنید. کنجوره هم تونش خطیمه بیارن تو دوستان. من سیبو استحصال همین مسجد خودمون کیلوش 4 سوم میدن. این نوع ذاتی سیب چیه؟ خلاصه همین نمود سیب دوستان من. یه تا عربچه وردن کیلوش 4 سوم.